دلم میخواد تو این خونه خالی از خاطر داد بزنم، انقدر فریاد بزنم تا غمهام هی اشک نشه و اینجا رو از آب چشمام پر نکنم. چند سالمونه مگه که این همه غم داریم؟ چرا هیچ وقت نوبت غم آخرمون نمیشه؟ چرا همه جا با همون میاد؟ مگه نرفتی؟ مگه بی خداحافظی نرفتی؟ پس چرا همه جا با هم میای؟ خدا صبر بده. خدا صبر داد یا ایوب اون همه صبر کرد؟ روزی که با یه کادیلاک مشکی گل زده اومدم بعد آرایشگاه با لباس عروس رفتیم بر ولیعصر، تو پیاده روی یه کافه نشستیم قهوه خوردیم، لابلای بوق ماشینایی که برامون ذوق میکردن گفتی علی شادیات مال خودت، من شریک غمتم. چی شد پس؟ تو که شریک غمم بودی نه غمم. چی شدیم؟ چرا هر جا که بدون تو میرم قربت برام؟ چرا احساس میکنم یه عالم حرف نزده بمب ساعتی شده زیر پیرهنم؟ خوب نگاه کن پروانه، میبینی؟ غیر دستات و لبات و چشمات و بالهات و آغوشت که هر لحظه پلک میپرونم مو به مو پخش صورتم میشه، دار و ندار این خونه و خودمو دادم باد ببره. میبینی؟ یادت گفتی یه گل و گلدونشو عوض کنی دیگه اون گل نمیشه؟ اونی که بره دیگه آدم نمیشه. کجا بریم؟ کجا بریم؟ بریم به درد کی بخوریم؟ فکر میکنی تو سالی یه بار نری حافظی بست بشینی یه نم بارون بزنه، بوی بهار نارنج مستت کنه، شجریان یه پر بخونه، روح تو هوای شیراز نفس نکشی آدم میشی؟